دیگر مسئله های نماز، روزه، زکات، عقیده، این چیزهای دانستنش برای تمام مسلمانان فرض است. فرض است یعنی چی؟ یعنی حتمی است. کسی که همین علمی ضرورت تعلیم نمیگیره گناهکار میشه. و یکی از سببها و سبب اساسی وارد شدن اهل دوزخ به دوزخ این است که چه که در سوره تبارک الله تعالی از زبان دوزخی ها نقل کرد و قالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. دوزخی ها گفتند که اگر ما در دنیا گوش می انداختیم امروز ما دوزخی نمی شدیم. یعنی به سخنهای علم اگر گوش می انداختیم، به علما گوش می انداختیم، امروز ما دوزخی نمی شدیم. بنابراین من مثال بعضی برادرایی که سودا میکنن میگوید که من در یک روز 13 ساعت درس شما رو گوش میکنم، نوارها رو میگوید. سبحان الله، یعنی 13 ساعت اگر علم گیرد خیلی علم میره. من این برادرایی که راننده هستن فور هست میکنه، هی میکنه از این کشور به این کشور، 2 ساعت 3 ساعت در راه هستید، یعنی میتونید علم گیرید.